پیرمرد فقیری بود که زندگی را در نهایت فقر و تنگدستی می‌گذراند. او با درخواست کمک از دیگران برای زن و فرزندانش غذای ناچیز فراهم می‌کرد و این گونه زندگیش را سپری می‌کرد. از غذا روزی به آسیاب رفته بود و دهقان مقداری گندم در دامن لباسش ریخت. پیرمرد خنده کنان گوشه های لباسش را گره زد و به سمت خانه راهی شد. در راه برگشت در حالی که گندم‌ها در دامنش بود، با پروردگار از مشکلات خود سخن می گفت. پروردگارا، ای گشاینده گره‌های ناگشوده، عنایتی فرما و گره‌های زندگی ما را بگشای. در همین حال که با خودش زمزمه می کرد، ناگهان گرهی از گره‌های لباسش باز شد و گندم‌ها به زمین ریخت. او به شدت ناراحت شد و رو به آسمان کرد و گفت: من تو را کی گفتم ای یار عزیز که این گره بگشای و گندم را بریز؟ آن گره را چون نیارستی گشود، این گره بگشودنت دیگر چه بود؟ خدایا، تو را گفتم که گره های زندگی من را بگشای، نه گره لباسم را. چرا این گره را باز کردی تا گندم هایم بریزد؟ پیرمرد با ناراحتی نشست تا گندم های به زمین ریخته را جمع کند، ولی در کمال ناباوری دید دانه های گندم روی کیسه ای از طلا که در زیر خاک ها رفته بود ریخته است. برق از سرش پرید و از گستاخیش به درگاه خدا شرمنده شد. پس متوجه فضل و رحمت خداوندی شد و متواضعانه به سجده افتاد و از خدا طلب بخشش نمود. تو مبین اندر درختی یا به چاه، تو مرا بین که منم مفتاح راه. این حکایت را مولانا مطرح کرده و وقتی به زوایای آن خوب نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که این حکایت برای هر عصر و زمانی صدق می‌کند. به محض مطرح کردن یک حاجت، مدام میگیم چه شد، کی می‌شود، چرا نشد و غر می‌زنیم. خوب است که بدانیم گاهی اوقات حل یک مسئله با اسباب و قوانین دنیایی برنامه‌ریزی شده و گاهی معجزه‌ها و گشایش‌های غیرمنتظره و گاهی هم صلاح ما در چیز دیگری است که خودمان نمی‌دانیم. همانطور که در آیه 216 سوره مبارکه بقره الله عزیز می‌فرماید: و بسا شما چیزی را نمی‌پسندید در حالی که به نفع شماست و بسا چیزی را دوست می‌دارید و آن به زیانتان است. اطمینان خاطر و رضایت و توکل به هستی بخش این عالم چیز کمی نیست و چیزی دور از دسترس هم نیست و این در وجود هر کدام از ماها نهفته شده، به شرطی که بخواهیم و حرکت کنیم. لطفاً این ویدیو رو لایک کنید و برای دوستانتون هم ارسال کنید. همچنین در قسمت کامنت ها نظرات و پیشنهاداتتون رو برای ما ارسال کنید. التماس دعا.